سلام، من کیان هستم. اونجا وایلات. امروز اومدم یک آموزشی بدم در مورد سی شارپ که چجوری میتونید رو به نرم افزار بریزید. خب قبل از اینکه برید سراغ آموزش، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. زنگوله بغل سابسکرایب هم بزنید تا اولین نفری باشه که از ویدیوهای ما باخبر بشید. ببینید ساخت قفل نرم افزاری در سی شارپ چند تا مرحله داره، یعنی چند تا بخش و چند تا پارت که من در پارت اول یو آیش رو درست کنم. در مورد یو آی هم باید شما سه تا یو آی میخوای، سه تا یو ایکس میخوای، کلا سه تا برنامه است، 4 تا برنامه است. یکی دوتاش برای ثبت کد به همراه اسم مثلا داریم در دیتابیس، یکیش برای نرم افزار اصلی که اونجا سریال نامبر رو وارد میکنه کاربر، یکی هم اینه که شما بیاین ارزم به حضورتون که کدی که از کاربر دریافت کنید رو با صورت الگوریتم که می‌نویسیم سریال نامبر رو درست کنید و به کاربر بدید. ما میریم یو آی دو تا بخش رو اول میسازیم، چون یو آی باید تو دیتابیس اینا ذخیره بشه. یو آی سه تا بخش رو میسازیم، دو تا بخش رو، اون بخش اصلی و بخشش کد با صورت الگوریتم کد رو تبدیل می‌کنیم به سریال. اول یک پروژه میسازم، یک ویندوز فون اپ درست میکنم. ویندوز فون اپ این دوتتون یادتون نره این باید انتخاب کنیم. اسمش مثلا میذارم سافت لاک. بعد مکانش مشخصه، اونم تا نسبه هر نسخه ای خواستیم ثبت میکنم تا درست شد. دیدم طول میکشه. خب درست شد. خب این یو آی که میخوام درست کنیم در مورد اون نرم افزار اصلیش اول میگیم. خب فرم انتخاب میکنم، میرم تو بخش پراپرتیز، بعد رایت تو لفت کنمش، بعد به یا هر چیزی میخوام میذارم. خب اینم کاری ندارم، اسمشو میذارم صفحه قفل. اسم فرمو میذارم FRM مین. بعد میام پایین، ست پوزیشنش سنتر اسکرین، مکسیموم باکس و مینیموم باکس باشیم، دوتا بعد اگه مخواسته باشیم آیکون بدم، من چین رو باز میکنم. خب نرزاد باز شد، کم بزرگش میکنم، آیکون 60 رو انتخاب میکنم، رنگ بشم بذارم سفید. بعد میزنم سافتور، چیزی نداره، سافتور بخشید لاک، سافتور بخش فلوینت کالر. بعد از اینجا انتخاب میکنیم مثلا من همین نظر میدم سیگپس همینجا اسمش سافت لاک، سافت لاک دیگار. این فیلد رو میزنم آی پیونز، بعد بازش میکنم، میزنم لاک آی سی با سه میزنم. یادتون باشه اینجا وقتی سه رو بزنید دو تا فایل ذخیره میشه، یکیش PNG
یکیش هم آی با فرمت آیسی. ببین دوست دیودو 16 ذخیره کرد. حالا من این دقیقه درست من نوشته فقط حذف کنم، دوباره اون با 64 بزنم چون 64 سیبت لاکاتی او. خب ببینید ذخیره یکیش با اسم لاک آیسی 64 فرمتش PNGه، یکیش هم لاک آیکیو. لاک آیکیو فرمتش حالا هر کدوم نیاز داشته باشیم خوبه. من میام بخش پراپرتیز که بخش آیکون برنامه رو عوض میکنم. خب این است. حالا میتونیم مثلا رنگ دفترم عوض کنیم، مثلا نگید یک لایت یلو نداره. خب اشکال نداره. لایت بلو این رنگ خوبیه. فونتش هم مثلا میذارم بیگیکان کلاس 12. این کوچیک کنم 8 زیر باید تغییرش میده 10 بزنم تغییرش میده. خب من تول باکس در بکنم تا باز بشه مقدار دهی بشه. خب حالا اول یک لیبل نیاز داریم ما. لیبل چند تا لیبل تکست باکس این اشتباه شد. تکست باکس و بات. حالا لیبل و تکست باکس دو تا نیاز داریم. البته هم دستورات به اتفاق خود دوست داشته باشیم میتونیم خروجی هم بزنید. لیبل اول میذارم کد میذارم کد شما، این کدی که باید کاربر من به شما بده تا لایسنس رو براش فعال کنید. لایسنس هم میتونید واسه از یک دیتابیس وب بیاین زماندار شد تعداد کاربر و اینا، ولی یکم خلاقیت میخواد. شما توی دوره نمی اونجا یک لاین هم براز مشکلش یک لاین هم براز مشکل اینجا میدم. میدم که یک دیگه هم قرار میدم. یه باتن اینجا یک باتن هم فرم کوچه اینو میذارم خروج. به جایی میتونیم که شما آیکون بذارین براش بیرون کنم. اینم آساسی. خب اسم فرم بریم تغییر بدیم. گفتم سافت لاک
یه رو میزنیم تا خطاش رو حل کنیم. خب اشتباهی کردم که اومدم اسم فرم و اصلا سولوشن اکسپلورر و اسم فرم که تعیین کردیم و بخش پراپرتی دیگه رو در آخرین خطا داد. من مجبور شدم یه فرم دیگه بسازم. خب تا اینجا پیش رفتیم. حالا میبینیم که حالا بریم اسمای دکمه و تیکس باکس همون رو تعیین کنیم. btn exit btn active بعد میایم txt code txt license و license. خب حالا میایم دو تیکس باکس رو آن میکنیم و تکسالجیش رو برابر میدیم با سنت و برابر میدیم با سنت. خب این از صفحه اصلی. خب حالا بریم با هم دیگه بخش دیگه کنیم، بخشی که شما قراره کد از کاربر دریافت کنید و کد لایسنس رو بهش بدید. دور من رو همین سولوشن یک پروژه میسازم نیکس، اسمش هم قرار میدم با سافت لاک لایسنس بعد کریت میزنم. این بخش برای لایسنس، این بخش دیگه برای اوکی. اول اسم رو تغییر میدیم. فرمو میان اینجا سنترش کنیم برداریم اسمش اکسپریمنت اسم این فرمو بذاریم کد فعالسازی. این بخشی که شما قراره کد کاربر رو تبدیل به لایسنس. خب این آیکون براش پیدا کنیم، اسمش هم بذاریم اکتیو کد. این رو لایسنس کد. این خوب نیست. نه چی سیوز اسمشو بذاریم لایسنس مایسیدم 64 بزنیم. حالا به این آیکونش درست بذاریم. خب ما میایم راش اسمشو تغییر نیم اسفلش کنیم تغییر نمیدیم. خب حالا برای اینم یک ظاهری جذاب و شیک درست کنیم کنیم سالش یا نفت از رنگ دیگه استفاده کنیم که این بخش از رنگ لایت خوب حالا جان لیبل نیازه تکس باکس نیاز داریم و بوت. خب اول فیکس لیبل و اونجوری که گروتر کنیم تکسش رو تغییر میدم با کد
این کلی که کاربر به شما داره. این بزرگ میکنم بعدا میدم تکسایتین شد سنتر اسمش هم میذارم تکستی کود بعد میلبان رو بذاریم کد کال. خب ببین ما برای اینکه کد فایلسازی رو بگیریم نیاز به تکست باکس دیگه ای نداره. یک لیبل دیگه خالی میذارم اینجا البته این اسمش هم تغییر به LBL اکتیو کد LBL اکتیو کد بعد سایزش رو فاکس میکنم میرم اینجا بعد تکساجینش رو ببرم با سنتر سنتر و اینجا تکسش رو قرار کد کاربر را وارد کنید. اینجا ما میتونیم یک کاری کنیم زمانی که کاربر کد وارد وقتی کاربر کد وقتی اینکه کد وارد کردیم یه دیگه خودش انجام بده، ولی ما یه باطن میذاریم برای راحتش. خب میذاریم اسم ساخت کد فعالسازی BTN اکتیو BTN اکتیو بعد اینجا میایم فونتش رو بزرگتر میکنیم مثلا 12 این میایم بذاریم اینجا این هم یه دکمه میذاریم برای کپی کردن تکست این کد رو بعدا میگم با رو نوشت از کد فعال سازی بعدی هم اسمش رو قرار میدم با BTN کاپی کد. خب این از یوهای این دو تا بخش. خب برای یوهای بخش بعدی که میشه یوهای دو تا فرم دیگه دو تا فرم دیگه در ویدیو بعدی یه ویدیو دیگه میشه. خب من که از اون ویدیو با خبر بشین سابسکرایب کنید زنگوله دانشان بزنید تا اولین نفری باشید که از پارت بعدی این دو را با خبر بشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.